أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوندی رحمتگری مهربان. سلام غنچه های قرآنی، سلام بر کوچولوهای خوب. اینجا رادیو مهر، صدای کودک. من شهناز هستم با برنامه غنچه های قرآنی در کنار شما هستم. امیدوارم حالتان مثل همیشه خوب باشد و همیشه خوش و خوشحال باشد. امروز با هم سوره عادیات را می‌خواهیم بخوانیم و با هم تکرار کنیم. دوست ریاکان، سوره عادیات 100مین سوره قرآن بوده در مکه نازل شده است و 11 آیت دارد. آیا می‌دانستید خواندن سوره عادیات چقدر ثواب دارد؟ پس بیایید برایتان بگویم. ثواب قرائت سوره عادیات برابر با قرائت نصف قرآن است. یعنی شما هر وقت که سوره عادیات را بخوانید مثل این است که نصف قرآن را خوانده اید. بچه های عزیز، پس بیایید به این سوره مبارک گوش دهیم. گوش کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تکرار کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم گوش کنید. بسم الله الرحمن الرحيم تکرار کنید. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير قرآني قرآني ذهاب همي قرآني قرآني قرآني. پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس سوره عادیات را زیاد بخواند در روز قیامت با حضرت علی علیه السلام محشور خواهد شد. یعنی با حضرت علی و یکی از دوستان و همراهان او خواهد بود. بله بچه های عزیز، خواندن قرآن خیلی ثواب دارد. نه تنها خواندن سوره ها بلکه گوش دادن سوره ها نیز خیلی ثواب دارد. غنچه های نازنین، یک بار دیگر به قرائت سوره گوش کنید تا خوب یاد بگیرید. گوش کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
تکرار کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. گوش کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. تکرار کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. والعادیات ضبحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. خب دوست رویکان، با همین شما را به خداوندی بخشنده مهربان می‌سپارم تا برنامه و سوره دیگر. خدایار و نگهدار. خداحافظ. این باغ بزرگ باغ شادیست، روییده در آن نهال لبخند. هر برگ و گل و درخت آن هست سرشار ز آیه خداوند. هر برگ و گل و درخت آن هست سرشار ز آیه خداوند. این باغ بزرگ هدیه دارد از خوبی و عشق و مهر و ایمان. این باغ بزرگ مهربان است. این باغ بزرگ هست قرآن. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org